سلام، عرض ادب و احترام خدمت همه تریدرها و دانشجوهای عزیزم. کیان کاشفی هستم، CEO شرکت کیان کپیتال و آکادمی مالی کیان. خوش اومدید به این ویدیو یوتیوب و بالاخره روز موعود فرا رسید و دیتاهای رایگان فیوچرز قطع شد و این مورد هم دور از انتظار نبود و توی این ویدیو یوتیوب بخوایم بهتون نشون بدیم که آکادمی مالی کیان و شرکت کیان کپیتال همواره سولوشن ها و راه حل های آلترناتیو و جایگزین رو داره و همواره ما پشت کامیونیتیمون خواهیم بود. تیم تحقیق و توسعه کیان کپیتال به صورت 24/7 کار میکنن و تمام تکنولوژی های نرم افزاری و دیتا های فیوچرز رو به صورت دائمی ساپورت میکنیم و همونطور که میدونید دیتای ریتمیک دیگه قطع شده و کل کامیونیتی فیوچرز ایران نگران هستن. به هیچ عنوان نگران نباشید، ما توی کیان کپیتال همواره راه حل‌های درست و درجه یک رو داریم. همونطور که بهتون نشون بدم اینجا میبینید من به IQ فید وصل هستم و توی گزینه کانفیگور هم بهتون نشون بدم که ببینید که یک دیتای ریتمیکی نیست که ما به صورت IQ فید نامگذاری کرده باشیم. همونطور که میبینید اینجا یوزرنیمش از جنس عدده و یه دونه پسورد هم داره و اصلا گزینه این که مثلا شما سیستم ریتمیک پیپر تریدینگ و اینا رو بذارید رو اروپا یا آمریکا اینا اینجا نداره و اینجا هم که میاید گزینه IQ فید رو جدید رو بزنید میبینید که به این صورت هستش و همونطور که میبینید ما وصل هستیم به دیتای ریل تایم IQ فید و بهتون های تروپوت و لو لیتنسی بودن دیتا رو نشون بدم. یه تایم اند سلز باز میکنم و ببینید اینجا همونطور که میبینید این ور به دیتای ریل تایم وصل هست، نرم افزارهای فوتپرینتمون که با تیک دیتا کار میکنن و این ورم همونطور که میبینید تایم اند سلزیه که وجود داره. البته الان دیگه جمعه ساعت 8 شب و آخرای مارکته و هیچ فرقی نیستش. کسانی که دانشجویان ما هستن و توی کامیونیتی هستن میدونن که هیچ فرقی بین عددهایی که دوتا دیتا فید ارائه میدن نداره. یعنی اگر ما توی اینجا مثلا داریم عدد 2402 رو میبینیم توی این کندل والیومی که خورده، چه با ریتمیک وصل باشیم، چه با CQG وصل باشیم، چه با IQ فید وصل باشیم، چه با DX فید وصل باشیم، همه اینا همین 2402 رو نمایش میدن به خاطر اینکه این اعداد از مچینگ انجین اکسچنج میاد و کلا ساختار فیوچرز مرکنتایل اکسچنج ها و کلیرینگ هاوس هایی که به اینا نظارت میکنن که سپس اینا روت میشن و کانکت میشن به دیتا فید و از اونجا به تریدرها دیتا داده میشه و همونطور که میبینید نرم افزارامون چه با تیک ریپلی چه بدون تیک ریپلی و جنس تیک سریز باشن کار میکنن و هیچ فرقی هم بین دیتا ها نیستش. تایم اند سلز هم همونطور که میبینید داره، این تایم اند سلزی که باز کردیم همینطوری داره دیتا توش میاد و میبینید که ما به صورت ریل تایم یعنی RT ریل تایم وصل هستیم. اینم چارت طلا هستش همونطور که میبینید و نگران قطع شدن دیتای ریتمیک نباشید و ما برای تمام دانشجویان و برای تمام کامیونیتیمون، نه فقط کسانی که توی دوره‌های ما شرکت کردن بلکه برای تمام کسایی که فیوچرز کار میکنن و دیگه ابزارها و علم فیوچرز رو بلدن و فقط مشکل دیتا دارن، ما کمکشون میکنیم و دیتا رو براشون فراهم میکنیم و جلوی کاسبی و دلالی دیتاهای دمو رو هم میگیریم. ببینید ما به دیتای ریل وصلیم و این دیتای پولیه و دیتای دمو نیست که بخوایم تمدید بکنیم و اصلا یک ماه هست و اول هر ماه شما باید دیتا رو تهیه بکنید و حتی اگر 25 ماه هم تهیه کنید 6 روز وقت دارید. اول ماه بعد دوباره این از بین میره به ماه میلادی و باید اول هر ماه این رو تهیه بکنید و همونطور هم که میبینید میتونید که این دیتا رو برای این وبسایت رسمی خود IQ فید هستش، میبینید iqfeed.net و میبینید که
سرویس هایی که داره، استارتاپ فی که داره، IQ Feed کور سرویسی که داره و IQ Feed Real Time US Futures and Futures Optionsی که داره و Equity Options و International Exchangeی که وجود دارن و اینکه بخواید اکسچنج های پروفشنال رو انتخاب بکنید و دیتا هر اکسچنجی رو که بخواید، مثلا کسایی که طلا کار میکنن دیتای کامکس رو باید داشته باشن، کامکس ریل تایم و کامکس دیلیت که همونطور که میبینید ریل تایمش $132 هستش و تمامی فلزات توی کامکس معامله میشن. اگر بخواید که دیتای خود S&P رو داشته باشید، اگر بخواید که دیتای سیبوت رو داشته باشید که YM و فیوچرز داو جونز توی اون معامله میشه یا تمام کارنسی ها توی CME معامله میشن، میبینید که قیمتاش به چه صورت هستش و مثلا دیتای خود یورکس رو اگه بخواید داشته باشید یا دیتای خود داو جونز رو بخواید داشته باشید و میبینید که میتونید هر اکسچنجی رو هم که میخواید انتخاب بکنید و پریمیوم سرویس هایی که داره و میبینید که قیمتاش به چه صورت هستش. ما دیتا رو تهیه کردیم خودمون و به صورت قانونی و پولی هستش و اینطوری نیستش که شما دیتا دمویی رو بخواید تمدید کنید. توی نرم افزاراش هم بهتون نشون بدم، میبینید که همونطور که ما نرم افزار آرتریدر پرو رو داریم، اینجا هم نرم افزارهای دیگه خود IQ Feed رو داریم و یوزرنیم و پسوردی که به ما میده و باید هر ماه دیتا رو تهیه کنیم. دیگه دردسرهای این که بخوایم پچ بزنیم و ماشین آیدی رو عوض بکنیم و اینا نداره. بچه‌ها ما چون توی ایران هستیم، مثلا ماشین آیدی رو عوض کنیم ویندوزامون دچار مشکل نمیشن. دیدید که کراود استرایک دچار آپدیت شد، ویندوزهای تمام دنیا دچار مشکل شدن، فرودگاه‌ها و بانک‌ها و بیمارستان‌ها رفتن رو هوا. اصلا عوض کردن ماشین آیدی ممکن نیست، شما این کارو بکنی کل سیستمتون میره. اما چون ما از ویندوزهای کرک و اینا داریم استفاده میکنیم و ما برای تمام کامیونیتی کیان کپیتال و تمام کامیونیتی فیوچرز که میخوان دیتا رو تهیه بکنن کمکشون میکنیم، براشون دیتا تهیه میکنیم و به صورت کاملا قانونی و پولی و اینطوری نیست که اکانت دمو رو بخوایم به کسی بفروشیم، اکانت ریل دیتا و اکانت های دمو همه قطع میشن. همونطور که دیدید ریتمیکی که توی آپتیموس فیوچرز بود، توی اج کلیر بود، توی AMP بود، همه اینا قطع شدن. ریتمیک کلا سرویس دموش رو قطع کرد و اصلا خود سایت اصلیش هم ساین اپ دمو رو نمیده و باید دیگه اون روز موعودی که همه منتظرش بودیم که دیتا قطع بشه و مجبور بشیم که دیتاهای پولی و ریل رو اضافه بکنیم رسید. اینم دیتای IQ Feed. ما همواره خودمون رو پایونر میدونیم توی این قضیه و اولین کسی بودیم که سیرا چارتز رو هم اکانت ریلش رو خریدیم، دیتاش رو خریدیم، اومدیم نشون دادیم و کلاً فکر میکنیم که توی فیوچرز حرفی برای گفتن داریم و به تمام کامیونیتی کمک میکنیم و 100% هم جلوی کاسبی دیتای دمو. بازم میگم کسی بخواد بیاد دیتای دمو رو بفروشه، وگرنه دیتای ریل رو که ما الان اومدیم و اعلام میکنیم که میفروشیم و کمک میکنیم و کسانی هم که میخوان تهیه کنن به آیدی ساپورت تلگرامی ما به آیدی کیان کپیتال _CEO پیام بدن و پرداخت بکنن و ما برایشون دیتا بدیم، دیتای ریل و واقعی، نه دیتای دمو. ما داریم کمک میکنیم کسانی که میخوان دیتای ریل داشته باشن بتونن که داشته باشن و نگران قطع شدن دیتا و چه میدونم پچ کردن و هر 2 هفته یه بار عوض کردن و اینا نباشند و توی پرداختش کمکشون میکنیم و خودمون تمام کارا رو انجام میدیم و بهشون دیتا میدیم و خیالتون راحت باشه که دیتای ریل فیوچرز رو دارید. هیچ کسی نمیتونه بیاد و ادعا بکنه که میتونه دیتای فیوچرز رو خودشون بگیرن و مثلا بذارن روی سرور رو به شما مثلا بدن. این کار رو با کانال‌های ماهواره میکنن شرکت‌های غول دیتا و نرم افزار و اصلا به خاطر ساختار ماشین آیدی اصلا این کار قابل انجام نیستش برای دیتای اونم مخصوصا دیتای ریل تایم فیوچرزی که اصلا لیتنسی میخوره و اینجور موارد و به صورت کاملا
قانونی و کاملا پولی، دیتای ریل، بازم تاکید میکنم دیتای دمو نه، دیتای ریل. و میبینید تمام این مدتی هم که من دارم صحبت میکنم 1 ثانیه قطع نمیشه و اصلا دیگه دردسرای این که شما مثلا چه میدونم دیتاتون قطع بشه 2 هفته یه بار و اینا، شما پولشو بدید تا ابد وصل میمونه. و کلا این نگرانی دیتا رو از کامیونیتی فیوچرز برداریم و همونطور که میبینید ما شرکت کیان کپیتال و آکادمی مالی کیان راهکار عملی و ریل رو ارائه دادیم و نیومدیم مثل بقیه اساتید هی صحبت بکنیم بگیم منتظریم قطع بشه که راهکار رو ارائه بدیم و اینا. به صورت عملی و ریل کاملا ارائه دادیم و راهکارش هم داریم میگیم. هیچ کسی نباید از دیتای دمو کاسبی و دلالی بکند و جلوی این کار رو بگیرید و اکانتای دمو دیتا رو که مثلا میدونید چی کار میکنن، مثلا میرن کوکی براوزرشون رو پاک میکنن، کششون رو پاک میکنن، هیستوریشون رو پاک میکنن که مثلا اون دیتای دمو نشناستشون، با موبایل و اینا دیتای دمو رو به زور میسازن و میفروشن اون وقت به شما جلوی این کار رو باید وایسید و اگر قرار باشه دیتایی بخرید دیتای ریلی بخرید که میدونید که دمو نیستش که مثلا با پول دیتا داده شده، نه اینکه شما بخواید که مثلا دیتای دمو رو با مثلا پاک کردن کوکی و کش براوزر و پاک کردن براوزینگ دیتا بخواید که مثلا سایتش دیتا بگید که دیگه دیتای ریتمیک اصلا کار نمیکنه دکمه دموش و تک تک اکسچنج هایی هم که تک تک بروکرهای فیوچرزی هم که دیتای دمو ریتمیک رو میدادن قطع شدن، مثل AMP و اچکلر و اپتیموس فیوچرز و اینا به خاطر سوء استفاده‌ای که بود. و الان هم دیتای پولی همونطور که بهتون نشون دادم میبینید که 1 ثانیه هم قطع نشد و عددا هیچ فرقی ندارن و اولترا لو لیتنسی و های تروپوت هستش و تمام کامیونیتی رو ما ساپورت میکنیم و همه کسانی که میخوان دیتا تهیه کنن به ما پیام بدن و هزینه‌اش رو پرداخت بکنن و ما براشون دیتا بدیم و توی تمام پرداخت‌ها هم کمک میکنیم و به این صورت هستش جلوی کاسبی و دلالی بایستید. کاری هم که ما داریم ارائه میدیم فروش اکانت ریله، نه اکانت دمو، دیتای ریل، دیتایی که پس فردا دوباره مجبور نباشید ماشین آیدیتون رو عوض کنید و قطع بشه و اینجور چیزا، پول بدید دوباره وصل بشه. و به این صورت کلا اون کار عوض کردن ماشین آیدی و اینا برای نرم افزار اورجینال و اینا کلا توصیه نمیشه و بتونید دیتای ریل رو بخرید. امیدوارم که موفق و پیروز باشید و بار آخر هم نشون بدم ببینید که الان دیتای دمو که قطع شده، ما دیتای ریل IQ فید همونطور هم که می‌بینید تو نرم افزارش لاگین هستیم و حساب ریل IQ فید خودمون رو پرداخت کردیم و شارژ کردیم و دیتا داریم و همونطور که مثلا ریتمیک نرم افزار آرتریدر و آرتریدر پرو رو داره، ما اینجا نرم افزارهای IQ فید چارتس رو داریم و می‌بینید که دیتا رو هم وصل کردیم به نینجا تریدر، به بوکمپ، به همه چی وصل میشه و یکی از خفن‌تریناست و هیچ فرقی هم نداره با دیتای ریتمیک. عددا اصلا فرق ندارن، دیتا از اکسچنج میاد، شما دیتای اون اکسچنج رو میخرید. اوکی، برای همینه که تو هر دیتا فیدی نوشته شما کدوم اکسچنج رو میخواید و این هم سایت رسمی خود IQ فید و اینجا هم که میبینید نرم افزارش رو میتونید دانلود کنید و این هم قیمتاشه و همونطور که میبینید اینجا اصلا قیمت ها با توجه به اکسچنج، مثلا اکسچنج CME، اکسچنج CME اروپا یا اینکه اکسچنج کامکس که برای پرشز متالزی مثل گلد و سیلور و کوپر هستش و کانترکت هایی که از کامکس گلابکس میادش و $132 در ماه همونطور که میبینید و اکسچنج یورکس. و کلا بخواید فیوچرز رو حرفه‌ای کار کنید همیشه اون استرس قطع شدن دیتا بود، بالاخره قطع شد و ما شرکت کیان کپیتال و آکادمی مالی کیان به صورت اولین نفر راهکار عملی رو ارائه دادیم و نیومدیم شعار بدیم و بگیم که ما داریم کاراشو انجام میدیم و اینا، چون که نمیخوایم به صورت ریسل باشه. ما هیچ کسی نباید دیتای دمو رو بخواد ریسل بکنه و هیچ کدوم از اینا پنل ریسل نمیدن. شما 1 میلیون هم فالوور داشته باشین هیچ دیتا فیدی نمیاد به شما پنل ریسل بده، به خاطر اینکه اینفراستراکچر و کولوکیشن و API داره و باید به صورت رسمی و قانونی از خود سایتش تهیه بشه. در مقابل تمام دلالی‌ها و کاسبیایی که تو این زمینه هست میستیم و شما هم نباید که
تمام کامیونیتی باید در راه درست برن و همواره باید در جهت افزایش علم و آگاهی محتوا گذاشته بشه. نباید از جهل مردم و ناآگاهی اونها، نمیشه گفت جهل، بالاخره هر کی درگیر یک چیزی تو زندگیش هست، یکی میاد اینا رو میخونه و اون وقت نباید سوء استفاده بشه. امیدوارم که موفق و پیروز باشید. تا درودی دیگر، بدرود.